سلام رفقا، این ویدیوی بهترین تنظیمات وارزون موبایل، تنظیمات خودمه. اولین گزینه اتومنتله که حتما خاموشش کنید. خودکار از همه چی میره بالا، جعبه و از لبه ساختمون رو میفتید پایین. پاراشوت هم بذارید رو منوال، یعنی دستی، که خودتون باز کنید و تو پریدن از ساختمونای کوچیک چترتون باز نشه، انمی بفهمه و بزنتتون. دو تا گزینه بعدی که به درد دو انگشتی ها میخوره باید روشنش کنن. ADS باتن allows rotation و فایل باتن allows rotation که شما میتونید با نگه داشتن دکمه تیرتون و دکمه تیراندازیتون صفحتون رو بچرخونید. گزینه بعدی ویپن ماونت موومنت اگزیت که همون گانش رو میذاره روی دیوار، میگه با چه حرکتی مثلا تکون بخوره اینو میذاره روی تایم شورت. کسایی که دنبال این بودن که تیرشون از رو خودکار وردارن، ویپن تریگر رو باید بزنن رو منوال فایر. و تنظیمات بعدی که خیلی‌ها مخصوصا دو انگشتی ها دنبالشن، ایم داون ساید وین فایرینگ، همون چیه؟ تپ تو ADS. این گزینه رو با فعال کردن یا خاموش کردنش میتونید از رو تپ تو ADS بردارید و دکمه‌تون هیپ فایر بشه یا تپ تو ADS. ایم داون ساید بیهیویر که خیلیاتون هم سوال کرده بودید، اینه که آقا اگه بذارید روی هولد با برداشتن انگشتتون از روی دکمه ایم کردن اسکوپتون بسته میشه و با تپ همون حتما باید دوباره بزنید تا بسته بشه. کسایی که میگفتن میرن نزدیک انمی و خودکار کاراکترشون انمی رو میزنه با قنداق تفنگ، اتومله رو باید حتما خاموش کنن. و بقیه تنظیماتی که خودم استفاده کردم میبینید. حالا بقیه قسمت هاد و اینا سری شخصی سازی داره، تو ویدیوهای بعد براتون میگم. سوال دیگه چیزی هم داشتید داخل کامنت ها ازم بپرسید، حتما هم حمایت کنید. مرسی.